قشتیپه گام راهبردی برای احیای اقتصادی افغانستان. آغاز مرحله دوم پروژه قشتیپه نه تنها ادامه یک طرح زیربنایی بلکه گام راهبردی برای احیای اقتصادی کشور است. این پروژه می تواند افغانستان را از یک کشور وابسته به واردات مواد غذایی به کشور خودکفا، زراعت محور و دارای بنیاد اقتصادی پایدار تبدیل کند. کار مرحله دوم پروژه ملی به هدف گسترش شبکه آبیاری و تقویت زراعت آغاز شده است و این پروژه یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنایی کشور به شمار می رود که ظرفیت تغییر چهره اقتصادی افغانستان را در سالهای آینده دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است که همزمان با پایان کار نقشه‌برداری فاز دوم کانال قشتیپه، کار کندنکاری فاز دوم آغاز شده است که از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ آغاز و به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ختم می شود. طول این مرحله حدود 177 کیلومتر تخمین زده شده است. این پروژه که در 3 مرحله طراحی شده است در مجموع بیش از 285 کیلومتر طول دارد که حدود 20 تا 25 میلیارد متر مکعب آب در سال از رودخانه آمو دریا از طریق این کانال به زمین‌های داخلی منتقل خواهد شد و با تکمیل آن صدها هزار هکتار زمین زراعتی در ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب زیر آبیاری قرار خواهد گرفت.